سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که خوب باشید و روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز چهارشنبه است. من امروز باید برم دانشگاه، ولی خوشبالی ماجرا اینه که من امروز ساعت 4 کلاس دارم و فکر کنم بتونم به خیلی از کارام برسم قبل اینکه برم دانشگاه. ولی الان باید برم یه مرور کلی این درس رو انجام بدم، چون که استادش هر جلسه میپرسه و این پرسش‌های کلاسی خیلی تاثیر داره تو اگزمی که ما آخرین ترم قراره بدیمش. ولی این درس که درس فیزیولوژیه، فکر کنم یکی از دغدغه‌ها و باگ‌های بزرگ امسال من و مخصوصا این ترمه، چون درسش خیلی تخصصیه و منابع خیلی زیادی هم داره و وقتی که منابع خیلی زیاد میشه واقعا خوندن اون درس خیلی سخت میشه و هندل کردنش یکم سخته. یکی از چیزهای دیگه هم که این درس داره، شایعه افتاده تو دانشگاه که این درس اگزمش خیلی سخته و دفعه اولی که بری پاس نمیشی و سری های بعدی هم که بخوای بری با نمره خیلی کم میتونی پاسش کنی و واقعا همه دانشگاه ترسیدیم که چجوری مثلا میخوایم اینو بخونیم و پاسش کنیم. الان من برم یکم این درس رو بخونم و مرورش کنم، بعدش هم به کار دیگه برسم و برم دانشگاه. فکر کنم بالاخره بعد از 2 ساعت تونستم فیزیولوژی رو تمومش کنم. هم تکالیفش رو نوشتم، هم مرورش کردم. الان یه تایم خیلی کوتاه دارم بین اینکه حاضر شم برم دانشگاه. گفتم تو این تایم کوتاه هم خونه رو تمیز کنم، هم یه غذایی درست کنم، ولی دیدم وسیله ندارم برای اون غذایی که دلم می‌خواست. خیلی هوس خورشت بادمجون کردم. گفتم که بعد کلاس حتما برم وسیله‌اشو بخرم، شب درستش کنم. یه چیزی که هست تو زندگی من، سپتامبر. از سپتامبر که دانشگاه‌ها شروع میشه کلا زندگی من خیلی تغییر میکنه. قبل سپتامبر کلا یه زندگی دیگه دارم، بعدش زندگی دیگه، چون من هر روز کلاس دارم به جز شنبه یک شنبه ها و معمولا هم از صبح تا شب کلاسام و وقتی که برمیگردم خونه خیلی خستم و اصلا نمیتونم نه غذا درست کنم نه خونه رو تمیز کنم. پس روزایی که مثل امروز کلاسام بعد از ظهر سعی میکنم حتما خونه رو تمیز کنم، یه غذایی هم درست کنم، چون وقتی برمیگردم خونه از کلاس، وقتی خونه تمیزه، یه حس و حال خوبی اصلا به آدم میده. الانم سریع برم خونه رو تمیز کنم، بعدش هم یه غذایی بخورم تون که بعدش هم آماده شم برم کلاس، چون فکر کنم داره دیرم میشه. حدوداً 1 ماه دیگه این مسکو خوشگل و سبز دیگه پاییز میشه و برگا زرد میشه، بعدش هم که دیگه برف میاد و ما تا 1 سال دیگه این ویو خوشگل رو دیگه نداریم کلا. حالا من روزا که دارم میرم دانشگاه یا کلا میرم مترو، سعی میکنم از مسیر جنگل بیام که از این مسیر لذت ببرم، چون مسیرش خیلی خوشگله و واقعا به آدم انرژی مثبت میده. Still can't seem to figure out when the rain came and we became a mosaic here on the ground. Baby, I can't seem to trace it. We went from weightless to dragging our feet on the floor, lost in translation. I keep on chasing who we were before. Tell me it's alright, tell me we're alright, tell me that you and I have a chance. Oh, tell me it's alright, tell me we're alright. Swear I traded all to get us back.
من امروز دیگه بعد دانشگاه رفتم خریدم و انجام دادم. یه عالمه خرید کردم ولی همون چیزی که باید می‌خریدم و نخریدم. همونطور که گفته بودم من امروز خیلی هوس خورشت بادمجون کردم ولی بادمجون پیدا نکردم. الانم گفتم به جای خورشت بادمجون بیام خورشت مرغ درست کنم، روشم سیب زمینی سرخ کنم بذارم. حالا الان بریم که با هم درستش کنیم. من غذامو درست کردم. همونطور که میبینید خیلی خسته شدم. دوست دارم زودتر برم یه چیزی بخورم و سریعترم بخوابم، چون که فردا صبح زود کلاس دارم و شب اگه دیر بخوابم واقعا صبح نمیتونم بلند شم. البته فکر کنم برای همه همینطوری باشه، ولی گفتم قبلش بیام یه ماجرایی براتون تعریف کنم. ماجرای شهریه این ترم من و کشبکی که بانک سر این شهریه به من دادش. اینجا داخل روسیه بانک‌های زیادی هست که ما میتونیم حساب باز کنیم، ولی معمولا ایرانی‌ها وقتی میان روسیه اولین حسابی که باز میکنن حساب اسبر بانکه، که خود منم اولین سالی که اومدم اولین حسابم همین اسبر بودش. حدوداً 1 سالی بود که من مسکو زندگی میکردم. یه روز دوستم داشت از طریق یه اپلیکیشن بانک دیگه یه مبلغ رو انتقال میداد که آیکون این اپ نظر منو به خودش خیلی جلب کرد. بعد ازش پرسیدم که این چه بانکیه؟ اونم گفت که بانک تینکوفه. از مزایاش گفت که من همون لحظه رفتم این بانک رو نصب کردم، درخواست باز کردن حساب دادم که باید پاسپورتم وارد میکردم، ریجستر، حالا چیزایی که میخواست. جالبی ماجرا این بود که فرداش برام کارت و قرارداد فرستادن دم خونه و پروسه این بانک و کاراش خیلی کوتاه بود. من تا حالا تو ایران ندیده بودم همچین چیزی رو و خیلی برام جالب بود این ماجرا. ولی فکر کنم الان یه بانکی اومده به اسم بلو بانک که همین کار رو انجام میدن و کارت رو میفرستن برات دم خونه. به نظرم خیلی جالبه و واقعا صرفه‌جویی در وقت آدمه. یکی از مزایای این کارت کشبک این بانکه که بانک اسبر اینو نداشت و من الان میخوام بگم چجوری من 24,000 روبل که فکر کنم 16 میلیون تومان میشه من این ماه کشبک گرفتم از این بانک. حالا کشبک چیه اصلا؟ کش به معنی پول نقده، بک هم به معنی برگشتنه و این بانک یه کار خیلی جالبی کرده. یه بخش به نام کشبک داخل اپلیکیشنش داره که هر ماه باید 4 تا کاتگوری انتخاب کنی و این کاتگوری‌ها هر ماه مختلفه و حتما باید این کاتگوری‌ها رو انتخاب کنی. اگر انجام ندی کشبکی برات واریز نمیشه. مثلا این ماه برای من حمل و نقل عمومی 5% بود، رستوران 10% بود، 2 تا چیز دیگه هم بود من یادم نمیاد. و وقتی ما اینو انتخاب میکنیم ماه بعد مقدار کشبکی که داخل حساب ما جمع شده به حسابمون واریز میشه یک جا. من ماه قبل از اون قسمت کشبک که هر ماه باید کاتگوری رو انتخاب کنیم کاتگوری ایژوکیشن رو انتخاب کردم که 5% بود حدوداً و وقتی که این ماه شهریه دانشگاه رو پرداخت کردم برای این ترم حدوداً 24,000 روبل تینکوف به من کشبک داد که واقعا من هیجان زده شدم سرش، چون بیشترین مبلغی که من گرفته بودم 5,000 روبل بود از تینکوف و به نظرم خیلی اتفاق جالبی بود. همونطور که گفتم فکر کنم 24,000 روبل میشه 16 میلیون تومان. در هر صورت مبلغ زیادی به نظرم. حالا من لینک درخواست این کارت تینکوف رو داخل کپشن براتون میذارم. اگر روسیه هستید میتونید این کارت رو درخواست بدید و خیلی هم سریع به دستتون برسه.